در سوگ آن که نیست. مؤلف محب باریش. به آدمان آن پژمرده گلی که پندار هستی نفریدش، چون که میلاد و معیاد رفتنش در یک روز است. حقا که او سپید گلی بود شکفته در روزگار حسرت و اسرت، و همچون بنفشه ها تا چشم به هستی گم شد. دستی نامهربانی پاییز پژمردش و افسردش. همچون نرگس تا کشادم چشم، پیوستم به خاک. گل دو روزی بیشتر مهمان گلشن نیست. دیگر ریایان بهار هر سال گلی اندوهی در یادها می رود. در بهاران شکوفتن ها و رستن ها، در فصل تپیدن ها و رسیدن ها. برگ از تپیدن و رسیدن، زیستن و شکوفتن باز مانده است، اما شکوفته و رسته، تپیده و رسیده تر از هر برگی. او که دیگر در کاج استان بلند هنری ما نیست، و اما انوشه‌ای که ظاهر است که احمد ظاهر است. او هر آن پیدای پیدا و ناپیدای پیدا در چنان از هنر این زمین پیدا شد که همه روزتهای عشق را سکوت و اندوه فرا گرفته بود. حتی در خوشی ها اندوه زنده می شد و گفته آنیا که در محفل عروسی هم می خواندند: تابوت مرا قدم قدم بردارید، در خاک سیاه مانید و فریاد کنید. کی باید این سنت و این نظم را می شکستاندند و ظاهر آن را خوبتر شکست. نه اندوهش را از یاد برد و نه شادی‌هایش را. او بیکرانه بود و از بیکران ها سرود و بیکرانه ها را شناساند. در هر سرود احمد ظاهر نام انسان در ترانه های بلند انسانی تجلی می یافت. او به هر حالت که بود با میهن بود. به هر حالت که بودم با تو بودم، میهن میهن. دیگر جایز است که نسل جوان در ورد زبان داشته باشد: به هر حالت که هستم با تو هستم، ظاهر ظاهر. چون که در ماتم و در شادی و در وصال و در فراق ترانه های او بر لبها جاری است که تا باد چنین بادا که ظاهر علم نکبتی بار آن روز را دنیای زندانی می پنداشت. دنیایی که چون دیوار است، چون کوهی در دیواری در برابر همه آرزوها، امیدها و خواسته ها و آرمانها. و اما زندانی از این دیوار بیزار است. چه عاشقانه سرود و خواند به یاد بهاران: اگر بهار بیاید ترانه خواهم خواند، ترانه های خوش عاشقانه خواهم خواند. اما تنها ترانه اش ماند و گفت شاعر: تنها صداست که می ماند. این هنروری ممتاز در میان آتشی هستی، همچون خلیل چه هنرمندانه شاعر را شناخته بود که بارها از حافظ و از مولوی خوانده از دو خداوند شعر، که یکی از شیراز و یکی از بلخ، اما سمت شعرشان در همه جا ورد زبان ها. احمد ظاهر هنرمند بود، هنرمند به مفهوم و معنای اصیل کلمه. او هنر را خوب در کرده بود. گاهی که فریاد و انقلاب دری را از صدایش در میابیم، میدانیم که تا چه حد مولوی و حافظ را و شعر را میشناست، خوب میشناخت. صدای احمد ظاهر صدای مردمش بود، در دمی که سکوت بر فضای میهن بالا گشاده بود. او صدای رسایش را رساتر بلند کرد که باده ها خالی است، ساغر و مینا کجاست؟ درب میخانه است بسته، ساقی زیبا کجاست؟ او نیست، با آنکه نیست همیشه است و خواهد بود. تا که هستی هست، تا که پرنده هست و لانه، تا که دام است و دانه، تا که بهار است و باران، تا که ستاره است و کهکشان، و تا آن روزگار که واژه ها با لبها آشنایی بدارند و شاعر با غزل و عابد با نماز. احمد ظاهر جوری لبها و قلبها، شادیها و اندوها خواهد بود. این که ستم بارگان مرگ را بر او قبولاندند، گناهی نداشت جز آن که از کاسه گدایان لبینانی خواسته بود و همان کاسه گدایانه او را به داغ نامرادی سوختند و از ما گرفتند. اما او با ماست، با مردم است. به گفت حافظ: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.